مثلا شما تو خارج طرف میره بلیتشو تک 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 میزنه اینترنتی میخره، صندلیشو با توجه به قیمت مشخص میکنه. مثلا من و همسرم میخوایم بریم صندلی A ردیف 32 B انتخاب کردم تا فرداش هم نرم بازی هم تموم شه هیچ کی جای من نمیشینه. شیک میرم آب میوه‌مو میخرم، یه نیتوش چک میشه، بارکد میرم هلو هاو ار یو دی بازی لیورپول مثلا منچستر، میریم میشینیم و میخوریم و یه گپی هم میزنیم گل اوکی او کریستیانو برمیگردیم خونه، یه فوتبال خوبه با کیفیت دیدیم، زمین عالی، آبخوریش عالی، همه چی رسیدگی به قول این کولر فلان کات. من چرا باید قاطی کنم؟ ایران بلیتو که اینترنتی میفروشن نمیشه خرید، باید بیایید دم در بلیت آقا بازار آزاد مثلا بلیت 5000 تومانی رو بخرید 100,000 تومان، بعد میخوایم برید تو لون اولا فشار تو نرده، بعد 3 ساعت میگردنه آن بدنی پرت میری تو میشینی، بعد ردیف گرفتی جلو همه نشستن، آقا من اینجا میری بالا فوش من معلوم دستشویی آبخوری تا اینجا آب تا زانو باید بری تو آب، بعد میری تو استادیوم خب معلومه اون توپ گل نمیزنه